متاسفانه امروز مسلمان و مسلمانزاده فکر میکنه که قرآن برای چلیاسین باشه، یا برای دعاخوانی باشه، یا برای سر مزار باشه، یا برای چند سوره کوتاه در نماز خواندن باشه. قرآن برای زندگی هست، برای خوشبختی است، کتاب حیات است، کتاب نجات است، کتاب خوشبختی هست، کتاب عزت و حرمت و فضیلت و شرافت و کرامت و شأن و شرف و مهر و محبت و خوشبختی دنیا و آخرت است. فقط برای این نیست برادر عزیز که چند سوره کوتاهش بدانی و خلاص. متاسفانه امروز قرآن در حیات ما برادران عزیز غریب شده است. در اصل ما زندگیمو از روزی که از قرآن جدا شدیم، از قرآن دور شدیم، پریشان هستیم. برنج و مشقت و غم و درد و غریبی و پریشانی دنیا مبتلا و گرفتار شدگی هستیم، خار شدگیم. به تعبیر محمد اقبال میگه خار از مهجوری قرآن شدی، از دوری قرآن میگه خار شده ای امت اسلام. در اصل امروز امت اسلام از مهجوری و دوری قرآن خار شدگی است برادران عزیز. علم قرآن امروز به نهایت در جمعیت، حتی خواندنش بلکه در اکثر مردم نمانده است. بعضی شخصیت هایی که خیلی از سین و سالشو بالا هست قرآن خونده نمیتونند. ما مسلمان ها نه تنها فقط باید قرآن خوان باشیم، بلکه باید ما معنای قرآن بدانیم. معنای قرآن باید هر یک آیت قرآن ای راهنما و راهبر از هر یک آیت قرآن بخت و سعادت است. هر انسانی که یک آیت قرآن اگر معناش از خود کنه با او عمل کنه، انمو آیت قرآن و انسان با آرزو و مقصدش میرسانه، خوشبخت دنیا و آخرتش میگردانه. متاسفانه امروز علم قرآن در جمعیت کمی در کم مونده است برادران عزیز بزرگوار. باید که ما و شما برادران عزیز بزرگوار باید سستی و تنبلی نداشته باشیم، حرکت کنیم به سوی این کتاب، حرکت کنیم از علم ای بهره‌ور شویم، خبردار شویم. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در آخر لحظه های حیاتش شاید در سکرات بودن، به سوی اهل اصحاب گفتن ترکت فیکم شیئین، گفتن من از بین شما میروم، من جاوید و ابدی در بین شما راهنما و راهبر باقی نمیمانم، اما برای راهنمایی شما از خودم دو چیز باقی میگذارم. لن تضلوا ما تمسکتم بهما، گمراه نمیشوه، بدبخت و خار نمیشوه هر شخصیتی که به این دو چیز چنگ بزنه. جناب پیغمبر گفتن هر کسی که به این دو چیز راهنما و راهبر بگیره خار و بدبخت و رسوای دنیا و آخرت نمیشوه. چی یعنی دو چیز برادران عزیز؟ کتاب الله و سنت الرسول، کتاب الله و سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این دو چیز امروز در جمعیت ما خیلی کم یافت است برادران عزیز. علم قرآن، زنده کردن سنت های جناب پیغمبر. شخصیتی که امروز راه سنت و قرآن اختیار کنه ابتدا یکم از نزدیکای خودش آزار میبینه، طعنه میشنه و سرزنش میشنه و به من ملا شده است، به من فلان شده است. جناب پیغمبر این دو چیزی قیمت برای ما راهنما و راهبر گذاشتگی است. امروز متاسفانه قرآن در خانه های ما غریب است. به تعبیر حضرت مولوی قرآن میگوید که من چه کردم با شما که خار و زارم کرده اید، من چه کردم با شما که خار و زارم کرده اید، پیش هر لامذهب به اعتبارم کرده اید، در میان کوچه پرگرد و غبارم کرده اید، در قیامت از شما قرآن شکایت میکند. در اصل قرآن در قیامت از شخصیتی که حتی روایت داریم جناب پیغمبر گفت هر شخصیتی که قرآن خرید تلاوتش نکرد، در یک یعنی سمکه یا یک چیزی گرفت و در یک میخ در یک بلندی کشالش کرد، در بالاش گرد و غبار ریخت، این قرآن در روز قیامت از این صاحبش در نزد خداوند شکایت میکرده است. گفته پروردگارا این شخصیت من در دنیا غریب کرد، در دنیا من بی حرمتی کرد، خار و زار کرد، من تلاوت نکرد.
در اکثر خانه ها امروز ما وقتی داخل میشویم نگاه میکنیم در یک بلندی قرآن ماندگی است. شاید که ماهش یکون شخصیت پیدا نشه که او را بکشایه و یک آیت تلاوت کنه. از او گرد و غباری که در بالاش ریخته است فهمیده میشد که خیلی وقت خواندگی نیست. در اصل قرآن نه، ما خودمون غریب کردیم. از روزی که قرآن از خودمون رها کردیم، دور کردیم، ببینید که چقدر عذاب روحی و عذاب جسمانی میکشیم، چقدر درد و غم، مشقت و مصیبت، بی‌برکتی و قحطی در حیات ما پیدا شده است. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما و شما حرکت داشته باشیم که رو به قرآن بیاریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش می فرمایند که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما اون شخصیتی هست که قرآن تعلیم میگیرد و قرآن برای دیگرها تعلیم میدهد. بهترین شما شخصیتی هست که از علم قرآن خبردار است. بهترین شما اون شخصیتی هست که در جستجوی گفتار و علم قرآن است. آیا نمیخوای برادر عزیز که آن بهترین تو باشی؟ سستی نکو، تنبلی نکو. الحمدلله در جمعیت قاهری های خوب داریم، اهل علم های خوب داریم، همیشه در خدمت شما هستند، دایم آغوش و برای شما کشاده است. مرحبا اهلا و سهلا میگن. یک بار نشون بیا، سستی نکو. این لحظه ها، این وقت ها غنیمت هستند برادران عزیز. این لحظه ها را نمیابی دیگر. روزی میشوم میخواهی که نزد یک شخصیت برای، پیدا نمیکنی شخصیتی که نزدش برای یک حرفی از خود کنی. برادران عزیز بزرگوار، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش میفرمایند ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. خداوند با این کتابش که قرآن است بعضی از بنده هاش با چنان قدر و مقامش و مقامشون بالای می برداشت است که از عرش در قدر و مقام اونها بالاتر می شده است. در نزد خدا می رسیدن، اهل جنت می گشتن، عرش الهی قدمگاه اونها می شده است. با چنان خداوند قدر و مقامشون بالا می کرده است. و یک گروه دیگر با چنان خار و ذلیل و پستی می کرده است که او از همه پسترین پستی ها، اسفل سافلین، جای و قرارگاه او می شده است. بوشو مردم کی باشه که بگیره خیره. دان عزیز بزرگوار، به حکم قانون قرآن خداوند ببینه که بعضی بنده هاش به چنان بزرگ میگرداند، قدر میدهد، حرمت میدهد، دنیا و آخرت در اختیارشون میدهد، و بعضی از شخصیت های دیگر خار و ذلیل میکند. شخصیت های از قرآن دور شدن، اونها را در دنیا هم خار میگرداند، در آخرت هم جهنمی و دوزخی میگرداند اونها را. برادران عزیز، جای دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت خلبی. هر شخصیتی که یک چیز در دلش از قرآن نداشته باشه، جناب پیغمبر گفتن اون مثل خانه ویرانه هست. خانه ویرانه چی مثال است برادر؟ خانه ویرانه در زندگی کردن نمیشه. زندگی کردن محال است، دشوار است. شخصیتی که از علم قرآن خبردار نباشه، شخصیتی که زندگی با قرآن نداشته باشه، برادران عزیز، در اصل امروز زندگی اکثر مسلمان ها مثل خانه ویرانه شده است. زندگی اکثر مؤمن مسلمان امروز مثل خانه ویرانه شده است که همه وقت پریشان است. یک روز بیا همراهی من در مسجد بشین، ببین که چقدر انسان زیاد شکایت می آید. بعضیش از زندگی ناتنج شکایت داره، بعضیش از او رنج و مشقتی که در حیات شما دست از او شکایت می آید، بعضیش از او سحر و جادویی که امروز درد جامعه شده است از او شکایت می آید. برادران عزیز بزرگوار، مثل خانه ویرانه گشته اید. در اصل حیات ما بسیار به نور گشته است برادران عزیز.
برای هر کدوم ما و شما برادران عزیز و بزرگوار حرکت داشته باشیم نزد اهل علم و علما، بیاییم از علم قرآن بهره‌ور شویم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می فرمایند اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. جناب پیغمبر گفتن قرآن قرائت کنه، قرآن تلاوت کنه، چون که قرآن در روز قیامت برای صاحب شفاعتگر می شود. قرآن در روز قیامت می خسته در نزد خداوند، میفته پروردگارا این بنده ای تو در دنیا من تلاوت میکرد، من قرائت میکرد، من غریب نگرداند، من امروزی را شفاعتش میکنم، اختیاری را در دست من بتی. و قرآن صاحبش شفاعت میکرده است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند القرآن معدوبة الله فی الارض. قرآن یک سفره پر از لذت‌ها و نعمت‌های پروردگار در روی زمین است. برادران عزیز، سفره دسترخوان میگن. وقتی روزدار هستی، وقتی افطار میرسه، یک دسترخوانی که چقدر زینت داده باشه، نوعی غذاها آماده کرده باشه، چقدر خوشحال میشه وقتی در بالاش بشینی و از اونها استفاده میبری. متاسفانه امروز ما مسلمان ها مثل بیمار گشته هستیم که بعضی بیمارها در بالای سفره هم بشینن، استفاده برده نمیتونند. و چه خاطر؟ میگه معده من درمند است، خورده نمیتونم. نوعی لذت ها هست در دسترخوان، اما میگه معده من درمند است، من خورده نمیتونم، من کسل فشار دارم، دولینی هستم، گوسفندی خورده نمیتونم، کسل قند دارم، شیرینی خورده نمیتونم. این دردی جهالت، دردی بیسوادی با چنان ما را محروم و بینصیب گردانده است که ای سفره قرآن استفاده برده نمیتونه. قرآن در اختیار مونه، اما استفاده برده نمیتونیم از روی بیسوادیمون، از روی از علمش خبردار نبودن. و برادرای عزیز بزرگوار، و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایند افضل عبادت امتی قراءت القرآن. بهترین عبادت امت من قراءت قرآن است. برادران عزیز، بهترین عبادت از امت من قراءت قرآن. قراءت قرآن با خداوند صحبت کردن است. جناب پیغمبر در یک حدیث می فرمایند که اگر بخواهی که با خداوند صحبت کنی، نماز بخوان، و اگر بخواهی که خداوند با تو صحبت کنه، قرآن بخوان. نمیخوای با پروردگار هم صحبت باشی؟ وقتی همراه یک انسان خوب هم صحبت میشوی، دیگه افتخار میکنی، در یک جمعیت تعریف میکنی که با فلانی بزرگ من صحبت کردم. از همه بزرگترین بزرگها الله رب العالمین است. حرکت هم صحبت او باش. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف و میم حرف. میگه هر انسانی که اگر یک حرف از کتاب خدا، از قرآن بخونه، 10 ثواب میگیره. یک حرف قرآن 10 ثواب داره. جناب پیغمبر میگه شما نگه که الف لام میم یک حرف است. جناب پیغمبر میگه شما نگه که الف لام میم فقط یک حرف است 10 ثواب، ولکن الف حرف است، ولکن لام حرف است، ولکن میم حرف است. هر شخصیتی که الف لام میم 3 حرف خوان، جناب پیغمبر گفتن که او 30 ثواب میگیره. ببینه برادر